انسان هایی که میخواهند به موفقیت برسند، اولین توصیه من است برشان که شکست بخورند. فرق نمیکنه که شکست چی باشه، شکست تجارت بزنس باشه، شکست در زندگی باشه، شکست نمیدونم عشقی باشه، یا هر چیزی که باشه شکست باشه. چون به خاطر که ما شما اگر راه صاف باشه، در راه صاف هر کس میره. حالا اگر ما بگیم که راه صاف است، هر کس در راه صاف میره، ولی زندگی پخچی و بلندی خود داره و در این پخچی و بلندی معلوم میشه که کی زحمت میکشه و خود به موفقیت میرسانه و کی بهانه جویی میکنه. چون زندگی به دو چیز استوار است، یا که بهانه میسازی یا هم دلیل. بهانه آن چیزی است که تو را از موفقیت دور میداره، ولی دلیل چیزی است که تو را به موفقیت، به اهدافت میرسانه. اگر تو به یک چیز بهانه کنی بگی من نمیتونم خواندم، من نمیتونم پیشرفت کنم، من نمیتونم رشد کنم، من نمیتونم موفق شم، بله نمیتونی که رشد کنی، نمیتونی موفق شی و نمیتونی به یک جای برسی. ولی اگر یک دلیل برش ساختی که باید من اینجا برسم به خاطر که فامیل من به یک مشکل سخت روبرو است یا وضعیت اقتصادی خیلی سخت داره، این دلیلش ساختی که من یک مشکل دارم، باید من در اینجا برسم که موفق شم، این مشکل من حل شد و دلیل گفتی، پس این زمانی است که تو باز موفق میشی. شکست بخور ولی موفق شو، چون در شکست موفقیت است. زمانی که تو شکست میخوری، زمانی که تو به زمین میخوری، اونو ساعت متوجه میشی که کی همراهت است، کی رقیبت است، کی دوستت است، کی دشمنت است، کی تا آخر با تو میمانه، کی مسیر خود جدا میکنه. اون زمان است که تو پیشرفت میکنی. پس همیشه متوجه باش که شکست را قبول کن، بپذیر. یک جایی که شکست خوردی، توان کردی، تصادف کردی یا هر کار شد، نگران از این نباش من چرا ایتو شدم که یعنی شاید کمک ایت گردن تا یگان تارخ دیدین کمی کبر و غرورشان میوردن، باز گردنشون ایتو بلند میگیره. اصلا اون آدم ها مرا خوشم نمیه. همین آدم هر چقدر که لوی هم باشه باید همیتو منظم باشه. کمی یک 4 نفر که میبینن همو احترامش داشته باشن که بگه والا خیر ببینه خوب آدم هست. نه که تو یک 4 پا پیدا کردی یا یک کمک استعدادت باز رفت دیگه گردنت بالا باشه که بچه پروفیسور آمد. نه ای اصلا کار خوب نیست. اصلا به یک شخصیت انسان نمیخونه که برو غرور که با یه چیزی که نداره یا کمک داره که برم خداوند برش داده که پس میگیره، یعنی غرور کنه. پس دوستای عزیز شکست بخورین تا کمک.